سلام خدمت بیننده های چینل صنعت فلزکاری. بیننده های عزیز خوش آمدین در یک ویدیو دیگه اسمو که در این ویدیو یک دروازه جور کردیم که برش 1.5 متر، بلندیش هم 2 متر دیگه. یعنی هم پلهشی قلفشی، یعنی هم پله کلکینچه دیگه. این سایل کن کسته پله کلکینچ کسته کم بردار میماد با زیر دو پلک دیمیتر، دو پلک دیم که جای نگره زیاد واشنه بازدخانه سر مردن دشی نمخور دیگه. یعنی هم جای پله کولرش دیگه. قلفک دروازه شی هم قلف شاندیم، هم قلفک شاندیم دیگه. ویدیو کسا تاخیر بیننده باشین دیگه. نظریات نیک قرم قد از مو شریکیم دیگه. تشکر از حمایت های همیشگیشون دیگه. بیننده های عزیز دیگه سابسکرایب و لایک هم از یادشون نره دیگه. ویدیو هم تاخیر سیل کن دیگه کسا دیگه. تشکر از همه بیننده های عزیز دیگه. حال کسا کار فریم شروع شد کسا می چارچوکار چی دیگه میتر یک چک ولدینگ باید اول زیدش نه قچکوش زیدش نه ایتر یه خوب جفت چنه جمع شنه بعد از او بس ولدینگ شنه دیگه. میت کار ادامه داره. شما ویدیو رو سیل کن دیگه که آخر چطور خوب دروازه جور منیم بخشش. بیننده های عزیز کسته ای دروازه کسته نزی پروفیل تمثال کسته 8 سانتی در 4 سانتی مایه. باز زخامت دبلیش هم کسته 3 میلی مایه دیگه. بسیار دبل کسته. مثل صاحبش کسته دبل فرمایش دیده کسته که بسیار خوب باید دبل باشه که عمرش زیاد باشه دیگه. این هرچی که دبل شد باز عمرش زیاد میشه. یعنی کسته جای که صاف میشه باید کسته در وقت گلندر شه کسته مثل باید کسته خود سه گلندر شنه خاک شنه کسته که رنگ شنه با زید فامدن هم شکی ولدین شده دیگه. مثال که این کسته باز از نزدیک هم بخشش نشان میدیم.
بیننده های عزیز سعی کن دیگه، یعنی تر خوب سه صاف ولدینگ شده کسته. مهم میه که اردو پایپ بسته باید تابال ولدینگ نشنه، خوب برابر ولدینگ شنه. یک اردو برابر ولدینگ شنه باز خوب ولدینگ هم میشه، خوب صاف هم میشه. صاف شنه باز یک لیول میه کسته دیگه، باز خوب شما اینال کسته دروازه تابل جینی و طرفش باز کارای چفتی شروع میشه کسته، جای چفتی شیشه شی، جای پله شی، چفتی شی دیگه. می تو ویدیو ادامه داره دیگه. تشکر کسته سایل کن دیگه. چطور دیگه اینی پیفا کسته به حساب اینچ کسته میمیچی مگه کسته ایره دیگه. این کسته مخصوص بخش چفتی استفاده میشه. نال کسته چفتیر کسته باید کسته در اندازه پله کسته که تابال نه خوب سه لیول ولدینگ شنه دیگه. همیت کار ادامه داره با سایل کنی جزیات چرا در ویدیو سایل کنی دیگه.
بیننده های عزیز، یعنی جای پلیش رم چفتی باید زیدهش نکسته که جالی کسته از طرف داخلی دمی چفتی نصب میشه دیگه. باز پلم داشتیم چیز پای خواب و آوی چیزا هم باز نموره.
بیننده های عزیز دیگه همین چفتی کار چفتیش ادامه داره کسته که ویدیو رو سیل کن دیگه. تشکر کسته دیگه سیل کن دیگه. نظریات هم خود از ما شریک کن دیگه.
ینال کسته کار چفتیش کسته در خلاش دوی دیگه باز کاری چیشی شروع میشه دیگه باز پلهش را کسته بریشکاری نی باز ما بینای پلهش کسته میتر ویدیو ادامه داره دیگه با سل که اینجا زیاد شده در ویدیو سل پله ازی کسته در حسابی به نام ایل کسته دور کدوم کسته بازونی پایپ رکاب نیم کسته در حسابی چی میگه به حساب انگلیسی تی میگه باز پلهش ال گفته میشه کسته یعنی تی کسته دو تا لب داره کسته ال یک لب داره دیگه اینیر کسته بخشه ما بیناش کار نیم کسته ایر کپش رو بور نی کسته یعنی مثال کسته کپش بور کنه باز یک لب ده لب باز خود برابر نه اگر یک بلگه بیلی باز بلند بور میشه شکست ساز منه ینال کسته سیل کن کسته یعنی جای شش را کسته باز دو تقسیم منی یعنی یک چپ هولدینگ میزنی باز بعدا هولدینگش مکمل دیگه نمیتر کار پلهش هم ادامه داره کسته سایب چی گفته شیشهاش ریزه ریزش نه ینال تقریبا 40 در 40 کسته 40 در 35 کسته شیشهاش کسته مایه
بیننده های عزیز این سایت تاسیسات نومینی پروفیل دکسته بخشی جای خلق کرده که خلق کسته در نمی یک دنه پایپ جای نمیشه باز باید توی در بغل پایپ زیده شنه که خلق باز بردار شنه خلق جای شنه یعنی تسایل کن اینال کسته جوشکاری پله کسته طرف روخش را جوشکاری نی کسته ولدینگ نی کسته محکم شنه بارزو باز صافکاری نی دیگه باز بخیر زیر چادر ما چادر میزنی با شب راست می